از دهان آدمی خوشمشام من سلام حق شنیدم و سلام. سلام دوست خوبه که سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت، و این سلام از پیش بر شما فرستاده شده. انشالله که همه عزیزان ما روحانیان گرامی که نام مقدس طالب رو بر خودشون گذاشتن و شأنی و ثروتی در عالم بالاتر از طلب نیست. نقد طلب گفت که از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان خبر کیمیا مپرس. طلب واقعا کیمیاست و زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید. و این عزیزان که انشالله مصداق اون رجلی که و جاء رجل من اقصی المدینه، اون کسی که آمده گفت که ای مردم تبعیت بکنید از مرسلون، چنین کسی سلام بر او فرستاده شده، آل یاسین. و سعدی اگر ازش بپرسن که خلاصه همه حرفای شما چیه، میگه سلام دوست. من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. اما بسم الله ما بسم الله مست باشه، چون بسم الله هوشیارم باز حواسش جمعه که اسم خدا و اینا رو ببره بعد حرف خودشو بزنه. هوشیاره. حقیقت معنی بسم الله این است که ما اسم خودمون رو خط بزنیم اصلا از صحیفه هستی و انکار بکنیم این تعین رو و این اسم رو و اسم او باشه. و این 1000 خاصیت داره. خیلی درباره بسم الله در سخنرانی‌های گوناگون بحثایی داشتیم با عزیزان که اولا کوک وجود ماست. وقتی بسم الله میگه آدم کوک میشه، موزون میشه، هماهنگ میشه با کل کائنات، چون کائنات اسم او رو میبرن، یسبح لله. و اگر ما هم هماهنگ بشیم با اون سمفونی عظیم آفرینش، اون وقت محرم میشیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اصلا ما نمیتونیم عالم رو بخونیم بدون اینکه هماهنگ بشیم با نام او. کلید در گنج حکیم و همه اسرار حکمت و معرفت همین بسم الله. و این 3 دنیا رو برای ما احیا میکنه که اگر اسم خودمون ببریم اون 3 دنیا باطل میشه. و این 3 دنیا محور اصلی صحبت ما هم همینه. من هیچ وقت بسم الله رو به عنوان یه مقدمه بر صحبت اختیار نمی کنم، بلکه اصل بحث ما همون بسم الله. اگر خلاقیت بخوایم درس بدیم درس اولش بسم الله. اگر بخوایم عرفان درس بدیم درس اولش بسم الله. اگر بخوایم مدیریت درس بدیم و هنر تعلیم و تربیت درس بدیم بازم درس اولش بسم الله. درس اول همه معارف بشری بسم الله. بدون این بسم الله همه معارف ابتر و دنبریده و به جای نمیرسه. اون 3 دنیا چیه؟ 3 دنیای دانایی، نیکویی و زیبایی که تعبیر میکنن به علم، هنر و اخلاق. دین هم در حقیقت حاکمیت داره بر هر 3 این. یعنی دین هم زیبایی و هم دانایی و هم نیکویی رو در بر میگیره. اون وقت این 3 دنیا که علم و هنر و اخلاق رو تشکیل میده، این 3 تا رو اروپایی ها حقیقت فرهنگ میدونن. فرهنگ که اینقدر بحثش هم هست که فرهنگ غرب و فرهنگ شرق و اینها. در فرهنگ خودمون فر یعنی نور الهی، هنگ یعنی قصد و عزم و تصمیم، حج، که ما وقتی اراده میکنیم که بریم به طرف اون نور میشه فرهنگ. فرهنگ یعنی حرکت به سوی خداوند. در ادبیات مغرب زمین هم 3 تا ولیو به قول خودشون، 3 تا ارزش قائل هستن که ارزش های فوق حیوانی. در سطح حیوانی ما یک اشتراکی داریم با حیوانات که اون جداست، ولی از اونجایی که آدمیزاد شروع میشه 3 تا چیز هست که یکی همین دانایی، نیکویی و زیبایی هست. و این 3 تا رو گاهی تعبیر میکنن به لتوا گراس، الطاف سگانه الهی، خواهران لطف گاهی تعبیر میکنن. و مجسمه سازان و نقاشان هم این 3 تا رو به صورتهای زیبایی مجسم کردن.
و این ستا، هر ستاش اگر غرضی در دل ما باشه و این اسم ما بدترین غرضه. وقتی اسم من آمد مشکلات تولید میکنه. اسم ما رو میذاره سر کار و انواع و اقسام اختلالات در رفتارهای ما ایجاد میکنه. من که اسم من که مطرح شد، اون وقت هزار دسیسه پیش میاد، فریب پیش میاد، رقابت ها پیش میاد، حق کشی ها پیش میاد، چون اسم من مطرحه. اما این اسم که رفت، هر ستا آزاد میشه. علم ما اگر یه غرضی آدم داشته باشه اصلا نمیفهمه، حالا نه فلسفه رو نه علم رو، وقتی یه غرضی داره از پیش نمیفهمه اصلا. همین مطالبی که استاد فرمودن، حالا این یه زبان دیگری است از همون، که انسان وقتی یه چیزی رو از پیش تو ذهن خودش قبول کرده و زندانی اون فکر شده، چیزی دیگه نمیفهمه. اونم غرض منظور غرض باطل نیست که مثلا غرض دشمنی باشه. غرض مثلا مادر غرض داره نسبت به بچهش، نمیتونه راجع به بچهش قضاوت درستی بکنه. غرض که میاد علم باطل میشه. کما اینکه این دوره‌های اخیر همین مارکسیست ها و اینها که ذکرشون بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولا، اینها یک حرفایی زدی عجیب غریب در ذهن جوانها کرده بودن که بله آقا کی گفته که نقیضین اجتماع نقیضین باطله؟ اصلا این حرفا قدیمی شده، این منطق ارسطویی بوده، منطق هگل الان مطرحه و شی ضد خودش هم داره، یه حرف بی معنی. وقتی آدم یه غرضی پیدا میکنه، میخواد چیزی ثابت بکنه، بدیهیات رو نمیفهمه که آقا این اصلی نیست که تو بتونی زیرش بزنی و باطلش بکنی. اصلا همین که داری استدلال میکنی بر اثباتش، اثبات اونو داری میکنی، یا همینی که انکار میکنی. گفتش که یا پس مثال تو چون حلقه زنی است که از درونش خواجه گوید خواجه نیست. حلقه زن زین نیست دریابد که هست. تو که میگی علیت ملاک نیست و علیت نیست اصلا شرط چیزی، خب داری استدلال میکنی. اگه بگن آقا چرا علیت شرط نیست، میگی که به این دلیل به این دلیل. واسه علیت شرط دیگه، تو خودت از علیت داری استفاده میکنی. گفت منکرن در جهدش جهد کرد. اون شیر و خرگوشا که با هم مدتی و نخجیران صحبت میکردن، هی اینا میگفتن آقا جهد فایده نداره، اون گفت جهد فایده داره. بالاخره شیر یه حرفی زد که همشون قانع شدن. گفت بابا الان شما 2 ساعته دارین جهد میکنین که به من ثابت بکنین که جهد فایده نداره، پس میگه جهد فایده داره، جهد یک تأثیری داره. بنابراین دنیای علم رو اینا به این بداهت اصل علیت رو و اصل عدم تناقض رو که اصلا ما بدون اون کاری نمیتونیم بکنیم، نه ریاضیات نه کامپیوتر، هیچ چی درست نمیشه اصلا. اینو اومده بودن زیر سوال برده بودن. این مال غرضه. وقتی غرضی میاد که حالا من فعلا این فلسفه رو که به درد اون کار میخوره، اینو من به کرسی بنشونم تا بتونم اون کارم انجام بدم. اصلا کاری به فلسفه نداشتن، اصلا فیلسوف نبودن اینا یه اغراضی داشتن که اون اغراض میخواستن برسن، دیدن این به دردشون میخوره. اگه یه فلسفه دیگه به دردشون میخورد اونو مصرف میکردن. اینجوری نبود که به این حقیقت رسیده بودن که داستان اینه. اینجوری بود که فکر میکردن این حرفا رو اگه بزنن میتونن به اون مقصود برسن. بنابراین باطل میشه. دنیای هنر هم باطل میشه، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. گفت نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی، وگر به چشم ارادت نظر کنی بر دیو، فرشته ایش ببینی به چشم کروبی. دنیای اخلاق هم باطل میشه، یعنی به محض اینکه غرضی آمد، بهترین اعمال که دیگه نماز بر افضل اعمال هست میشه ویل للمصلین. کسانی که از قرآن با یه اغراضی میخوان استفاده بکنن همه جونه استفاده میشه کرد. یکی گفتن چرا نماز نمیخونن، گفت ویل للمصلین در قرآن آمد. یک کسی دیگری هر فسق و فجوری میکرد، گفتن شما دینتون چیه؟ گفت من اسلام. گفتن آخه به چه آیه عمل میکنی؟ گفت فاعملوا ما شئتم. فاعملوا ما شئتم. اگر غرضی در دل آدم بیاد، اصلا این 3 ارزش رو که همه فرهنگ ما هست و همه فرهنگ بشری هست، و به نظر من فرهنگم شرق و غرب نداره، بی فرهنگی شرق و غرب داره. تهاجم بی فرهنگی شده، یعنی یه عده آدمای بی فرهنگ حمله کردن به هم به شرق هم به غرب. وگرنه فرهنگ در همه جای دنیا شیء واحدی است، حقیقت واحدی است و روی در نور داره. یک چیزی هست که اغلب ازش سوء استفاده میکنن، میگن آقا پس چرا رادیارد کیپلینگ انگلیسی گفته که ایست is east and west is west، شرق شرق، غرب غربه، و این دوتا and the twain never meet، و این دو قولا ملاقات نمیکنن هم دیگر رو. اینو تا اینجا میخونن، بقیه‌شون دیگه نمیخونن. کیپلینگ این حرف رو نمیخواسته بزنه.
این تا اینجا میگه ولی این در سطح عامه مردمه. به محض اینکه یه انسان بزرگی پیدا میشه، یه حقیقت شگرفی پیدا میشه، دیگه شرق و غرب و اینا همه منتفی میشه. شرق و غرب کجا هم دیگر رو میبینن؟ در زیبایی، در علم، در دانایی، در ریاضیات، در فلسفه. اونجا با هم ملاقات میکنن. اونجاست که اختلافات به تدریج هی کمتر و کمتر میشه تا در نقطه اوج عرفان به کلی متوقف میشن. اونجا همشون صلح میکنن. حالا موضوع صحبت ما در حقیقت خیلی وسیع‌تر از اون است که حتی دوستان تعجب کردن که من چرا یه همچین موضوع به این وسیعی رو انتخاب کردم که چندین مجلد کتاب باید دربارش بنویسن، که موضوع این است که فلسفه و عرفان در ادبیات جهان و ایران و جهان. حالا چقدر این وسیعه که ادبیات اولا خودش چه دنیایی است و بعد ایران باشه و جهان هم همش توش باشه، بعد فلسفه و عرفان هم همش هم باز توش باشه. ولی اشکالی نداره. به قول یه شاعر انگلیسی میگه to see the whole world، نشان انسان کامل اینه که to see the whole world in a grain of sand، اگه بتونی دنیا رو در یه دانه شن ببینی، and the whole heaven in a wild flower، و تمام بهشت رو در یه گل وحشی مشاهده کنی، holding infinity in the palm of your hand، یعنی ابدیت رو در کف دستت بذاری، and eternity in an hour، و ببخشید بی نهایت رو در کف دست و ابدیت رو در یک ساعت خلاصه کنی. میشه این کار کرد. بحث ما این نیست که بخوایم راجع به این موضوعات به تفصیل صحبت بکنیم که البته میسر نیست، ولی یه نکته ای رو من فقط میخوام بگم و اون این است که اولا فلسفه و عرفان دو تا چیز جداگانه نیستن، شجره واحدی هستن که اگر حکمت رو به یک درختی تشبیه بکنیم، میوه اون درخت عرفانه. فلسفه هم زیربناشه. یعنی اینطور نیست که دو تا چیز در تعارض باشن. اون کسانی که حقیقتاً فیلسوف بودن، اونا عارف هم بودن، یعنی گرایش عرفانی داشتن. حالا متمرکز نشده بودن ولی متمایل بودن و اون حقیقت رو میگفتن. کما که شما میبینید اشارات هم آخرش منتهی به عرفان میشه. یعنی اول تنه اون درخت رو اگه در نظر بگیرید میشه فیزیک و علوم طبیعی و اینها، بعد این شاخه هایی پیدا میکنه و به شکوفه اون درخت رو بگیرید فلسفه، و بعد وقتی که این به میوه و به ثمر رسید و انسان خورد و از برکات اون برخوردار شد، میشه عرفان. صحبت من این است که این فلسفه و عرفان که در حقیقت دین هم شامل هر دو بخش فلسفه و عرفان میشه. دین هم اگر فلسفه رو بگیریم ساکن برهانی، چون آدم باید یه ساکنی پیدا بکنه تا اولین حرکت رو به طرف معرفت و آدمیت پیدا کنه. سکون شرط اول حرکت، به قول ابن سینا، به قول هر کسی که فکر بکنه. اون وقت این ساکن رو دو قسم کردن، ساکن برهانی، ساکن ایمانی. ساکن ایمانی از مقوله عرفانه، یعنی نفس قدسی انسانی، یک کلمه‌ای. قرآن هم هر دو نوعش هست، هم برهان صدیقین، هم برهان عین، هم برهان لم هست که از طریق برهان هم میشه آدم به سکون برسه. قانعش میکنن، ایشون قانع میکنن. ما یه وقتی یک تعلق خاطری پیدا کرده بودیم در مشهد و یه جایی منتها دیر رفتیم، خواستگاری دیر رفتیم. اون وقتی که رفتیم اونجا بعد از مدت‌ها خواهر و مادر اینا رو برده بودیم، بعد خبر شدیم که شب قبل با یه نفر دیگری ازدواج کردن. رفتیم، حالا رفتیم مشهد پیش یکی از بزرگان و علوم عربی هم نبودن اون موقع، البته حیات داشتن. رفتیم پیششون گفتیم بابا ما همچین ضایعه‌ای برام پیش اومد اینا. گفتن علت اولا منتهی به این معلول اخیر نمی‌شده، شما نگران نباشین. علت اولا بله البته حرف ساکن میکنه ولی چه سکونی، که گفتن که علت اولا این معلول اخیر مربوط شما نبوده، این بی خودی شما فکر کرده بودین که این منتهی به این میشه، این منتهی به این نمیشده. علت اولا. بنابراین قرآن و دین به طور کلی در همه جای دنیا اون گوهر دیانت شامل هر دوی این دوتا بخش هست. و من میخوام امروز اینو بگم که ادبیات جهان لطیفترین و گویاترین و زیباترین تبلور حقایقی است که هم در فلسفه و هم در عرفان آمده. میخوام این نکته رو بگم که اولا فلسفه هنرش چیه؟
هنرش اثبات دیگه، اگه بتونه البته بعد از همه دلایل و اینها اثبات بکنه و این غلطی پیش نیاد اثبات میشه. شعر چگونه اثبات میکنه؟ شعر البته از مقوله اثبات نیست، بعضی حتی گفتن از مقوله تصدیقات نیست، از مقوله تصورات، ولی اشتباه میکنن. اون البته شعر ممکنه شعر عنصری و فرخی، نه از مقوله تصورات. دلم از دست او دریای خون است، سرش که از دیده‌ام بنمود طوفان. اون تصوراته، تصدیقات نیست. اما شعر حقیقی که در همه جای دنیا شعر خوب یعنی شعر الهی، اینو من تجربه شخصی دارم. هرچی شعر خوب در دنیا سراغ گرفتم و هرچی از بزرگان جهان سراغ گرفتم که شعر خوبتون چیه و اون بزرگترین شاعران سراسر جهان رو نگاه کردم، دیدم که اون شعری است که مربوط به خداست. این که از کردم بسم الله در حقیقت میشه گفت که شرح بسم الله ادبیات جهان و تفاوت بنیادی هم نیست. اینقدر میشه شعر خون که شما فکر کنید مال محی الدین عربیه، فکر کنید مال جامیه. من الان این شعری براتون میخونم، این شعر مال شلی، شاعر خیلی چیزی بود که در جوانی هم درگذشت و اصلا فرصت مطالعات شرقی و اینها هم نداشت. آن گوهر یگانه، انگلیسیش هم خیلی ساده است اتفاقا، the one remains، اون یکی میمونه، the many change and pass. آن من ترجمه کردم اینه، آن گوهر یگانه باقی است جاودانه، وین جلوه های کثرت برخیزد از میانه. انوار آسمان ها رخشان کند زمین را، تا سایه های ظلمت بگریزد از زمانه. نور سپید هستی بر گنبد جهان تافت، صد رنگ شد پدیدار زان گوهر یگانه. اعیان همه شیشه های گوناگون بود، بنمود در او پرتو و انوار وجود. همون شعری است مال جامی ظاهرا. گاهی اوقات من حتی ترجمه بعضی شعرها رو خوندم، اینا فکر کردن که مثلا این شعر یا محی الدین گفته یا فرض کنید که متعلق به یکی از این شاعران مثلا شمس مغربی، یک کسی از این مقوله است. به این تجربه رسیدم، به این نتیجه رسیدم که اولا ادبیات عرفانی، فقط اصلا ادبیات جوهرش عرفانه و شعر خوب یعنی شعر عرفانی. شعر غیر عرفانی در عالم علم نشده اصلا. به قول مولانا گفت یک مناره در ثنای منکران، کو در این عالم کتاب باشد نشان. اصلا بدون ورود اون حقیقت نه فصاحتی پیدا میشه، نه بلاغتی پیدا میشه، نه انگیزه پیدا میشه، نه شوری پیدا میشه، نه تناسبی پیدا میشه، چیزی پیدا نمیشه، اصلا چیز بزرگی پیدا نمیشه. نداریم شاعر منکر که به یه مرتبه‌ای از کمال رسیده باشه در عالم. یه تقلید کردن، چیزی گفتن. بنابراین شما اگر از هومر شروع کنید تو ادبیات، هم تو ادبیات خودمون، هم تو ادبیات شرق، هم تو ادبیات غرب، می‌بینیم که بله اینطوره. یعنی همه یک داستان دارن تعریف میکنن. ادبیات جهان یه دونه داستان بیشتر نیست که حالا من داستان رو تعریف میکنن. دو بخش هم داره، یک نمایشنامه است، نمایشنامه عالم که دو بخشه، در دو پرده اجرا میشه. اول این است که یک بود، یک، و این رو به ادله گوناگون ثابت کردن، هم ساکن ارچبت که برهانی و هم ایمانی. میخواستم این نکته رو بگم که ادبیات، خاطرم رفت، ادبیات به نفس ترکیبش ایجاد یقین میکنه، چون از عالم یقین میاد، از عالم یقین میاد. وقتی میاد در دل آدم یقین میکنه. صدق طمأنینة تروب، آدم حس میکنه که این سخن از عالم یقین آمده، هیچ نیازی به برهان نداره. من فکر میکنم مهمترین خصیصه قرآن اینه که بی واسطه برهان آدم یقین میکنه که والضحی واللیل اذا سجی، این کمپوزیسیون القای یقین میکنه. اصلا این ترکیب نمیشه، آدم دلش قبول نمیکنه که این ترکیب همطوری یه نفر بر خودش درست کرده باشه. حتی تظاهرات این ترکیب، یه خانمی اخیراً در معماری کتابی نوشته، ببخشید، درباره حضرت محمد، خانم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خانم کارن آرمسترانگ که کتاباش جز پرفروشترین کتاب هم بوده. یکی از کتاباش به نام تاریخ خدا، History of God، 10 بار چاپ شده ظرف مدت کوتاهی. نشون میده که جامعه چقدر علاقمندن به این بحث. ایشون در مقدمه کتاب که راجع به پیامبر اکرم نوشته، می‌نویسه که من یک مطالبی شنیده بودم راجع به پیغمبر اسلام و تا یه حدودی شبهاتی در دلم بود. فکر می‌کردم که اینا نکنه که اینجوری که میگن این کی بوده، چی بوده، آیا سخنی صدقه، دعویش چه اندازه راسته.
و تا موقعی که آمدم در دیار اسلامی معماری اسلامی رو دیدم. معماری اسلامی رو که دیدم یقین کردم که این حتما حقه. نمیشه که یه ناحقی متبلور شده باشه و یه همچین چیزایی ایجاد شده باشه به نام او. باطل یک چنین چیزی رو نمیتونه علم بکنه. شما یه چیز باطلی پیدا کنید، یه مناره پیدا کنید که بگن آقا این رو درست کردن به اون که مظهر انکار و ارچبت که عناد باشه با الهیت. نیست هم چیزی. و خود این معماری دلیل بر ذکر، معماری ذکر داریم، معماری غفلت داریم. من متاسفم که بگم الان معماری ما معماری غفلته. ما غافل شدیم از زیبایی، غافل شدیم از او که عین زیبایی، عین هارمونی، عین تناسب، از او غافل شدیم که معماریمون به این روز افتاده. وگرنه معماری ما بایستی که بوی الهیت بده و اون شکوه جمال الهی رو باید داشته باشه. حالا داستان چیه؟ اون یه دونه داستانی که اینها تعریف میکنن این است که یکی بود که اون یکم نمیتونه دوتا باشه، اون وحدتش غیر در جهان نگذاشت، احتیاج نداره. شهید الله انه لا اله الا هو، یعنی اصلا تصور این معنا اجازه نمیده. عطار میگه که تو قبول کردی حتی وحدت وجود رو در یه بیت اثبات میکنه. عطار میگه قبول کردی که از ذات حضرت حق نامتناهیه، یا میگه متناهیه؟ میگه متناهیه. نامتناهی همه میگن که نامتناهیه. خب وقتی نامتناهی شد جا برای غیر نمیمونه که. نامتناهی مگه تموم میشه که یه جایی بعد غیر شروع بشه؟ هیچ چیز از بی نهایت بی شکی چون نمیماند کجا ماند یکی؟ اگه تونستی بگی که اینجا تموم میشه که بعد غیر شروع بشه، غیری نیست اصلا. یه چیز بیشتر نیست، یه حقیقت هست و اون یک حقیقته که هرچی هست. بنابراین این درس توحید هزاران نکته بر ما فاش میکنه و اون است که اگر یه چیز بیشتر نیست، زیبایی و دانایی و نیکویی هم یه چیزه و ما میتونیم از هنر به دانایی برسیم، میتونیم از دانایی به زیبایی برسیم، میتونیم از زیبایی به دانایی برسیم، چون اینا یه چیزن، ماهیتشون سه تا چیز که نیست. یه حقیقت بیشتر ما نداریم در عالم. یه دونه درخت شما نگاه میکنی، یه کسی به این کیفیت آوندهای چوبی و حرکت رگبرگها و کیفیت آبرسانی این برگ نگاه میکنه، عالمه، این مبهوت لطیف خبیر میشه. یه کسی همین نگاه میکنه به عنوان خیر، نگاه میکنه که چقدر خوبه این که آدم زیر سایش آسایش پیدا میکنه. درخت چیز خوبیه، همون یه دونه درخته. یه کسی دیگه هم نگاه میکنه عجب ترکیب قشنگی این شاخه ها و این تنه و برگ ها و چه رقصی در باد داره و پشتش این آسمان آبی چقدر قشنگه. اینم همون درخته. دو سه نگاه میشه وگرنه یه حقیقت بیشتر نیست. بنابراین این یکی بود یکی نبود که یه وقتی برای دوستان میگفتیم که این از لطائف فرهنگ ما یکیش این است که مهمترین حرف رو آورده گذاشته اول قصه کودکان و اون است که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. دیگه این تمام داستان همینه که غیر از او کسی نیست. پس هر چی که هست بعد از او دیگه تجلیات اوست، همون یکیه. اون وقت پس این یک متجلی شد در بسیار. این پرده اول نمایشه که قوس نزول بهش میگن، متجلی شد در بسیار. اون وقت این بسیار دو مرتبه میتونه ما رو برگردونه به اون یک. چرا؟ به خاطر اینکه این بسیار یک بسیار معمولی نیست، یه بسیاری است متکثر هست، ولی این کثرتش ذره به ذرهش به هم وصله، با تناسب، با تقارن، با هارمونی، با هماهنگی. بنابراین کل اینو شما میگید این یک چیزه. به قول شیخ محمود مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میان هیچ تمیز. مرکبه ولی اینقدر این ترکیب به هم پیوند میخوره و پیوند میخوره و پیوند میخوره تا اینکه شما دیگه اطلاق یک برش میکنید. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی و این تناسب و هماهنگی که ما به این میگیم یک، وگرنه پریشان میشه. بنابراین تمام داستانها در عالم از یک شروع میشه میره به بسیار، از بسیار میره به یک دو مرتبه. اصلا یک حرکت دائمی، حرکت جوهری هم در حقیقت همینه. حالا ما از این طرفش بیشتر حساب میکنیم که حرکت جوهری یعنی حرکت از بسیار به یک. هر چی که به صورت نزدیک میشیم و به اون صورت کل، این به کمال نزدیکتر میشه تا اینکه ماده مندک میشه در واقع و فقط صورت محض میمونه به اون معنی که ارسطو میگه. بنابراین داستان معماری همینه، داستان موسیقی همینه. موسیقی از یک شروع میشه
یه چیزی در دل من میاد، وجود منو پر میکنه. اگر موسیقیدانی باشم که فرمودن فکر میکنه، حالا این فکر فقط مال فلسفه نیست، یه کسی از یه گوشایی رو بلده، از اینجا از یاد میگیره اینو میزنه، این مقلده. اما یه کسی هست که نه، یک چیزی در درونش میگذره، یه حالی پیدا کرده که حالا میخواد اینو بیان بکنه، وسیله بیانش موسیقیه. این یک چیز میاد میره توی نوت و ریتم و آهنگ و هرچه که دستگاه و اینها، و این متکثر میشه بی نهایت کثرت. یعنی کثرتی که یه دونه نوتش میشه 216 فرکانس، هر فرکانسی هم باز تقسیمات دیگه داره و کثرت بی نهایت میشه در واقع اگه بخوایم دقت کنیم. اما این که مولانا گفته که من مؤمنم شهادت ایمانم آرزوست، این علم موسیقی برای من خوش شهادتی است، برای اینکه شهید الله انه لا اله الا هو. این موسیقی با همه کثرتش بی نهایته، همشو شما جمع میکنین میگن که یک چیزه، این یک آهنگه و اسم میذارن روش، میگن این بهاره مثلا. بنابراین موسیقی از یک شروع میشه میاد در بسیار، ولی این بسیار یک تناسباتی داره، تناسبات یعنی وحدت، تجانس یعنی وحدت، تقارن یعنی وحدت. آخر اینا تجانس یعنی چی؟ یعنی وحدت در جنس، تشابه یعنی وحدت در کیف، تساوی یعنی وحدت در کم، اون یکی یعنی وحدت در ارچبت که فاصله، اون یکی وحدت در وزن، توازن. بنابراین همه اینا برمیگرده به وحدت و همه اون چی که عناصر اصلی هنر رو تشکیل میده که یکی از مهمترینش تقارن هست، این باز برمیگرده به وحدت. بنابراین این وحدته که باعث میشه که انسان دو مرتبه جمع بشه و از پریشانی این عالم برگرده به یک. عالم کارش چیه؟ تبدیل کثرت به وحدت. این عالم رو نگاه میکنید شما میبینید که عالم پریشانه، از دیدگاه ما پریشانه. این ستاره از اون ور میره، اون از این طرف میره، این چای سرد میشه، اون یکی. حرکات عالم گوناگونه. اما یک کسی میاد میگه این حرکات میبینه، این همه تغییرات، اینا همش یه چیزه و اون عبارت است از اصل دوم ترمودینامیک و اون این است که انرژی از جایی که بیشتره حرکت میکنه به طرف اون جایی که کمتره. باد به همین دلیل میاد، اون به همین دلیل شی سقوط میکنه، به همین دلیل چای سرد میشه، به همین دلیل، یعنی همه اینا رو وصل میکنه میشه یکی. فرمول وقتی میگن فرمول علمی یعنی تبدیل کثرت به وحدت. حالا ببینید قرآن که عرض کردم همه اینها هست، یعنی علم و دین و هنر، علم و اخلاق و هنر رو هر سه در گوهر دین هست. این است که این همه عالم رو شما میبینید، ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار، اینا رو میشماری یکی یکی، و الفلک التی تجری فی البحر و السحاب المسخره، چنان آبی که از آسمان میاد. تمام اینها یه چیزه، اینا آیات هم یعنی نشانه اون یکی هستن، همه دلالت میکنن بر اون یکی. همشون میگن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. به قول اون شاعر انگلیسی، اگر چون رعد بر تو غرید بدان که آن رعد هم صدای اوست. بنابراین علم تبدیل وحدت به کثرته، هنر هم تبدیل کثرت به وحدته. هنر هم همینطور. اگر یه نقاشی نتونه این رنگا رو طوری تنظیم بکنه شما بگین یه تابلو، میگن آقا این پریشانه. شما میرسید میگه من نفهمیدم. وقتی شما میگید من این مجسمه رو نمیفهمم، یعنی چی؟ یعنی نمیتونم اینا رو به هم وصل کنم. این متکثرات رو نمیتونه این به هم وصل کنه، یا من بلد نیستم وصل کنم، یا این نکرده این کار رو قبلا. بنابراین پریشانه. یک کسی که سازی میزنه خوب نمیزنه میگن پریشان زد. پراکنده گفت، پراکنده گوی حدیثش شنید. پراکنده خوب نیست، باید وحدت پیدا کنه. در عالم اخلاق هم همینطوره. وقتی سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، برمیگردونه تمام متکثرات رو به یک. حتی مرحوم عبوی بیتی دارن که هر کس که دلی دارد، نه تنها انسان ها همه به هم وصل میشن، همه کائنات به هم وصل میشن. هر کس که دلی دارد یک مور نیازارد. چرا؟ کان مور هم از دلبر دارد اثری بر دل. اونم بالاخره یه نشانی داره و از اون. بنابراین همه چون وصل میشن به دلبر، تمام دلها یه جا بند میشن. این که میگن عشق همه بیمارها رو معالجه میکنه، به خاطر اینکه بیماری ها از دل ناشی میشه. متاع تفرقه در کار ما همین دل بود. چون دل من چیزی میخواد، دل شما چیز دیگه، دل اون چیز دیگه. اما اگه هممون دلمون یه جایی بند بشه، یه جایی بلند، البته خداوند و دلم یک جایی بنده، همون جایی که ایوانش بلنده. اون جایی که ایوانش بلنده رفیع الدرجاته. اگه این پایینا آدم بند بشه، باز اینجا عامل کثرت دیگه. باید اون یکی بند بشه که همه اینا به هم وصل میشن و کل کائنات
متصل میشه و یه اثر هنری میشه. یعنی عارف که از همه چیز لذت میبره، برای اینکه عالم متناسب میبینه، پیوسته میبینه، تمام موجودات یه اتصالی با او دارن و شأن یعنی کمالشون در اون اتصال و اون اضافه تشریفیه است که به او پیدا میکنن. گفتن یه طلبه در حجره میخواند که نکره مضاف کسب تعریف میکنه در اصفهان. پیش خودش گفت عجب قاعده خوبه این، یه چیزی مضاف باشه بعد کسب تعریف بکنه، این کیمیاگری میکنه، این اضافه چه خاصیتی داره اینا. یه خورده فکر کرد و بعد گفت بریم این قاعده رو اجرا بکنیم. اومد و پیش حجره حاج آقا حسن چایچی در اصفهان، از تجار معروف، اومد و گفت حاج آقا من یک قاعده خوندم در صرف و نحو و اینا که میخوام استفاده کنم. گفت قاعده چیست؟ اصفهانی هم خیلی علاقمندن سر در بیارن از هر چیزی. گفت قاعده چیه؟ گفتش که قاعده همین اصل این که نکره وقتی اضافه میشه معرفه میشه یه مرتبه. گفت حالا چه به ما چه مربوط میشه؟ چطور میخوای استفاده کنی؟ گفت من یه طلبه هستم نکره، کسی ما رو تو اصفهان نمیشناسه، اما اگه بشم داماد حاج آقا حسن چایچی یه شبه معروف میشم. اینو میگن اضافه نکره مضاف کسب تعریف میکنه. اتفاقا میگن اون حاج آقا خیلی هم خوشبخت شد و این گفت این بچه طلبه‌ای که اینقدر باهوشه که میتونه از یه همچین قاعده‌ای یه همچین حسن استفاده بکنه، این به درد دامادی ما میخوره. این خوبه. حالا اگر که ما باهوشتر از اون طلبه باشیم و تمام کائنات اینطور هستن، ما اگر که باهوش باشیم میریم در خانه حاج آقا حسن، نه یک حاج آقا حسن دیگری هست که اون غنی به ذات اوست. حاج آقا حسن مختصر پولی داشته، بریم پیش او بگیم که ما رو یه جوری قبول بکنید، یه اضافه‌ای به ما بزنید که ما بشیم عبدالله که شدیم یه مرتبه به مقام سلطنت میرسه انسان، یعنی معروف میشه، چون معروف علی الاطلاق اوست. پس تمام کائنات به علت اون معروف و اتصال تمام موجودات به اون معروف وحدت پیدا میکنن. در حقیقت دین یکی کردن فقط این نیست که مثلا میگن یک خدا دو تا خدا نیست، این است که کل عالم رو برای شما وحدت میده و انسان مثل سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حالا بخش عمده ادبیات جهان این بخش دوم نمایشنامه است. بخش اول نمایشنامه روش میگن هبوط، که ما آمدیم تا هیولا منتهای کثرته، همونطور پله پله ما را آوردن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین همه هیولاست. حالا از اینجا گفتن که برگرد، یه راهنمام گذاشتن، هم از راهنمای درون گذاشتن، یه رایحه‌ای در دل ما هست از اون جمال که از وسط این ماده حالا اومده شده آدمیزاد و از این آدمیزاد داره دنبال پروردگارش میگرده. به قول مولانا میگه که چه هاست در شکم این جهان پیچا پیچ که از او بزاید انالحق و بانگ سبحانی. یه چیزی اینجا هست، لولا شذاها مهتدیت لحانها و لولا سناها ما تصورها الوهم. اگر یه بویی از خودش نگذاشته بود کجا موجودات میتونستن به طرف او حرکت بکنن؟ به چه مناسبت حرکت تکامل تدریجی به طرف این همه وحدت و تناسب و هارمونی داره حرکت میکنه، در حالی که خود ساینتیست ها امروز بیش از هر زمان اینو میدونن که حرکت تصادفی در جهت افزایش کثرته، بس تعبیر میکنن به آنتروپی، یعنی حرکت تصادفی هیچ وقت موجب افزایش وحدت نمیشه، موجب افزایش کثرت میشه و شما میبینید این همه حرکات همه میرن به طرف منتهای وحدت. بنابراین یه بوی هست اونجا. شیخ محمود میگه که به بوی دردی کو ریخت بر خاک شربنا و احرقنا علی الارض فضلتن وللارض من کأس الکرام نصیبو. از اون رایحه میکشونه ما رو به بوی دردی کو ریخت بر خاک برآمد آدمی تا شد بر افلاک. من به بوی خوش آن سرو خرامان بروم. اون وقت این رایحه رو از دو جا به ما رسوندن. یکی بوی خوش این فطرت الهی ماست که اونه که میگه که تو از این طرف باید بری، اون در ذائقه ما مداخله میکنه، میگه این یکی خوب نیست، شکر خوبه، شیرینی خوبه. چرا؟ برای اینکه مغز ما شیرینی مصرف میکنه، یعنی قند مصرف میکنه. بنابراین این ذائقه مأمور اینجا، مأمور الهیه که این بو خوب نیست، اینجا نایست، اونجا برو. این عرشبت که اینو رایحه خوشه، اون خوش نیست، اینجا سردرد میگیری. و همینطور در مسائل اخلاقی هنری تمام اینا رو ما میدونیم. یعنی اصلا تعجب باید بکنه آدم که بگن آقا مثلا غیبت نکن، مگه کسی خواسته غیبت بکنه؟ دروغ نگین. گفتن یه درویشی در بیابان میرفت،
دید که یه جایی به یه درختی نوشتن که در این منطقه خوردن سنگ و کلوخ ممنوع است. تعجب که مبلغی هم چیزی نوشته، این کسی سنگ و کلوخ نمیخواد بخوره. بعد آمد و یه درویش دیگری نشسته بود اونجا، گفت آقا هم چیزی من خونه‌گوار من نوشتم. گفت منظورت چیه؟ گفت منظورم اینه که هر وقت مردم از منهیات همینقدر تعجب بکنن اون وقت آدم شدن، یعنی به فطرتشون برگشتن، وگرنه مردم مال یتیم میخورن، مثلا یدخلون چیز بدتر از سنگ و کلوخ میخورن، زهر مار میخورن مردم. مولانا میگه تو یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر مار و کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند کو سر از فرمان نانده برکند. بنابراین وقتی که انسان به درون خودش مراجعه میکنه میفهمه که غرور خوب نیست، در دیگران هم میبینه که خوب نیست، دروغ خوب نیست، اینا رو تمام میفهمه. منتها از بیرون هم یه مددی میفرستن که اون رسول بیرون، اون در واقع تقویت کننده این رسول درونیه که ممکنه تحت تاثیر عواملی صداش ضعیف بشه و فراموشی ایجاد بشه، بیماری ایجاد بشه. به همین جهت رسول 3 تا رسالت داره: یکی ذکر که به یاد بیاره اگر فراموش کرده باشه، یکی شفا که شفا بده اگر که به تدریج انسان ممکنه ذائقه‌اش طوری بشه که بگه که بهتر از این بوی ناخوش چیزی نیست، مثل اون دباغی که رفته و در بازار رو بیهوش شد از صدای از بوی عطر. شفا احتیاج هست که ننزل من القرآن ما هو شفاء، و یکی هم هداست که این فطرت رو به کمال خودش هدایت بکنه. اون وقت ادبیات جهان، من خلاصه میکنم دیگه مطلبو بعد اگر سوالاتی باشه، ادبیات جهان بخش عمده‌اش این کیفیت بازگشته، یعنی حرکت دوم از بسیار به یک که بهش تعبیر میکنن به معراج. معراج یعنی حرکت از بسیار به یک، معراج کائنات، کل کائنات، تا برسه به معراج نقطه اتم و اکملش، معراج نبی اکرم. قبلش معراج یونس، معراج فلان، همه معراج داشتن. ما میتونیم معراج رو داشته باشیم، برای اینکه گفت مولانا که برو اندر پی خواجه به اسرا، تماشا کن همه آیات کبرا. به معراج برآیید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این حرکت میبینید هومر، شما داستان اودیسه رو بخونید میبینید که بله داستان این است که به تدریج انسان چطور از نفس خلاص بشه، چون نفس مایه کثرته، تمام کثرت ها عین تکثره. یعنی وانفسا که میگن، وانفسا یعنی هر کسی میگه من و این تکثر ایجاد میشه، جنگ و نزاع و کشمکش و تمام بلایا که تو عالم هست مال این کثرت نفس در واقع. و یکی از شاعرای انگلیس، حالا من به عنوان نمونه براتون مثال میزنم، یه خانومی است به نام الیزابت برت براونینگ، یه حرفی میزنه که هوش از سر آدم میپره. میگه که شما میبینید آخرش میرسه به این آیه قرآن آدم، میگه که خدایا من از شر خودم خلاص کن، این نفس من، این مدعی بی ارزه بی قابلیت که هزار لحظه به لحظه منو به این راه اون راه میکشونه و لاف میزنه بی خودی، این رو من از شر این خلاص کن. کجا برم؟ از شر این کجا فرار کنم؟ اگه یه دشمنی دیگه بود میرفتم توی خونه در میبستم، از شر این کجا فرار کنم؟ بعد میگه که فقط تو میتونی بین من و او حائل بشی. چرا؟ برای اینکه حائل باید نزدیکتر از اون شی باشه به شما و فقط خداست که از شما به شما نزدیکتره. این سر این که او دوست نزدیکتر از من به من است و اون که نزدیکتره میتونه حائل بشه بین اونی که دورتره. بنابراین هیچ کس انقدر نزدیک نیست به ما که بتونه بین ما و اون نفس ما حائل بشه. بنابراین بحث این نفسه که حالا داستان‌ها رو شما میخونید، تمام ادبیات خوب جهان داستان این نفس هرچند که اماره ماست که چطور از شرش خلاص بشیم و برسیم به اون نفس مطمئنه. میبینیم این داستان این حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه که چقدر مرحوم طباطبایی، من حالا ناگهان به یاد ایشون افتادم، جلسه به نام این بزرگوار هست، این حرف هم که زدیم همه برای ایشونه، لزومی نداره که اسم ایشون مطرح شده باشه، ولی ایشون هر وقت شعر خوب براشون میخوندن گریه میکرد، اینقدر تبش لطیف بود. به خصوص نسبت به حافظ به قدری ایشون حساس بود که وقتی اینو میخوندن مثل این که کلام آسمانی و تأثیری که در روح ایشون میکرد بیش از هر برهان و هر دلیل و اینها این کلام درش تأثیر میکرد. غزالی بعد از 30 سال موعظه یه روزی معروفه که در منبر گفتش که مردم من میخوام که 30 سال شما رو دارم موعظه میکنم، حالا میبینم که تمام موعظه های من تو 2 بیت
حکیم ابوالقاسم فردوسی هست و میخوام اون دو بیت رو براتون بخونم و اون این است که ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. صفت دادگر هم گذاشته برای این پرستیدن که تعلیم به داد بشه. پرستیدن دادگر پیشه کن، به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است. بس تمام شاهنامه رو شما خلاصه کنید میشه 3 تا کلمه. مبارزه اولا میشه مبارزه انسان با دیو، که تو این مبارزه اگر دیو غلبه بکنه میشه دوزخ، مثل داستان ضحاک. هر وقت دیو غلبه کرد میشه دوزخ. هر وقت انسان با دیو داره جنگ میکنه میشه برزخ. هر وقت انسان بر دیو حاکم شد میشه بهشت. هر وقت از این کشمکش دیو و فرشته به کلی بیرون آمد میرسه به یه دیداری دیگری که از بهشت و دوزخ بالاتره، از اینجا بالاتره. بنابراین میشه گفت شاهنامه 3 بخشه. یک بخشش دوزخه، نشون میده که انسان چطور گرفتار دوزخ میشه و جمشید چطور تبدیل به ضحاک میشه، برای اینکه منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گفتش که همه کام و آرامتون از من است. 15 تا من اینجا آورده فردوسی برای اینکه نشون بده که من کردن یعنی چی. همه کام و آرامتون از من است، خور و پوشش و کامتون از من است. چو دانید ایدون که من کردم این، مرا خواند باید جهان آفرین. بنابراین شاهنامه باز داستان مبارزه انسان. دیو هم یعنی کثرت، اصل جوهرش یعنی کثرت، یعنی پریشانی. سیل چیش بده؟ چه چیزش بده؟ سیل آب که بد نیست، حرکت و انرژی هم که بد نیست، خیلی چیز خوبه. اینی که در اختیار ما نیست و این متکثره و در کنترل و در نظم و هماهنگی در نمیاد، هماهنگ با زندگی ما نیست. بنابراین دیوها هم سلیمان اگه باشه، دیوها رو چون سلیمان باش تا دیوان تو، سنگ برند از پی ایوان تو. من همین 5 تا کتاب رو فقط اسم میبرم که به نظر من اگر که در ادبیات جهان 3 تا کتاب انتخاب بکنیم یا 4 تا، مثلا 4 تا کتاب، یکی هومر، اودیسه و ایلیاد هومر، یکی کتاب کمدی الهی دانته که اونم از قعر دوزخ شروع میکنه، از قعر دوزخ میاد یعنی اسفل سافلین، میاد میره تا بهشت و از بهشت به دیدار میرسه، به اون ویژنی میرسه که بعضی که به بهشت میرسه باز هم راضی نبوده، به یک دیداری میرسه که اون دیدار میگه که به جان جهان میارزید. و اگه براتون بخوام بگم که اون دیدار چقدر ارزش داشت، فرض کنید تمام آرزوهای همه بشریت در همه زمانها یه مرتبه برآورده بشه. این دیدار یعنی این: ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. بنابراین کمدی الهی هم همین داستانه، منطق الطیر عطار هم همین داستانه، بهشت گم شده میلتون هم این است که ما بریم اون بهشت گم شده رو دوباره پیداش بکنیم، یعنی از این وادی کثرت، خارستان کثرت، به اون گلشن برسیم. به گلشن راز هم همین داستانه، گلستان سعدی هم همین داستانه. حکیم نظامی گنجوی در واقع گنج وحدت رو در اون مخزن الاسرارش چه شود که لطائفی در وحدت گفته که اصلا هوش از سر آدم میبره. تمام اسفار و شفا و اینا رو شما اونجا میتونید پیدا کنید. یه جا میگه تو آن هستی که با تو کیستی نیست، مال خسرو شیرینه، یعنی ماهیت نداره. تو آن هستی که با تو کیستی نیست، نمیتونن بگن چیه، به تو کی هستی، هستی. فقط یه جواب میتونیم بدیم: یا هستی تو صورت پیوند نه، کس به تو به کس و کس به تو مانند نه. این 5 نفر از فرهنگ خودمون که عبارت باشه از فردوسی و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ، اینها این راه بازگشت رو هموار میکنن و جوهر فلسفه و عرفان رو به دست آدم میدن. در ادبیات اروپا هم کتاب کمدی الهی دانته، هومر و مجموعه آثار ویلیام شکسپیر، شاعر آسمانی انگلیس، که اگه بخوایم به اینام اضافه بکنیم مثلا همین بهشت گم شده جان میلتون هم اضافه کنیم. ولی این رو من خاتمه سخن قرار بدم که همه ادبیات جهان متخذ از کتاب وحیه، یعنی باز نقطه اوج همون قرآنه. در ادبیات ما هیچ کتابی در عالم به اندازه قرآن در ادبیات خودش تأثیر نکرده و همه خوبی ها رو که شما گفتین و همه لطایف گفتین، باز میبینید که اینجا سرچشمه اصلی اینجاست. اینا شکر رو گرفتن. خود مولانا میگه بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، یعنی پیغمبر اکرم. شعشعه این خیال زان رخ چون وضو هاست.
بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. قرآن الحق و الانصاف مجموعه زیباییه. یعنی اصلا اگر یک کسی راجع به این زیبایی ها فکر بکنه برهان نمیخواد. اصلا این میشه یه نفر آمده باشه همینطوری بگه والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک و ما قلی؟ اصلا میشه همچین تناسباتی خلق بشه؟ اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضة رافعه. اصلا این ترکیب معلومه که از عالم حقیقت میاد، چون این حرف افلاطون که گفت زیبایی حقیقته، وقتی زیبایی اصیل رو آدم میبینه حقانیتش اصلا اثبات میشه، به نفس همون زیبایی حقه و این کلام در عمق وجود انسان اثر میکنه. به همین جهت ادبیات جهان، اون ادبیات اروپا هم همینطوره، از همین بایبل علیرغم اینکه خب تحریفاتی درش هست تو ترجمه ها و تغییرات، ولی باز اگر کسی این کتاب عمیقاً بخونه میبینه که اون گوهر الهی و اون نور الهی همه جا هدایت کننده هست. و اصلا ادبیاتی که اسم خدا نیست، این شعر رو من ختم میکنم به این شعر سر والتر اسکات انگلیسی که محبوب ترین نویسنده در ادبیات اروپا حتی هست، یعنی بیشترین نمره رو بهش دادن که این چه مرد شریفی بوده. همون کسی که داستانه آیوانهو و 100 تا داستان نوشته، مجموعه اشعار هم داره. میگوید که خدایا اگر در همه دیوان من یک بیت هست که نام تو نیست، اینو خط بزن. و اگر در همه دیوان من فقط یک بیت هست که نام تو هست، همون برای شکوه دیوان من کافیه. بنابراین هر شعری که اسم حضرت حق نبوده و هر شاعری که در سودای این نام نبوده، نامش در عالم علم نشده. سعدی میگه که نامتن در دهن نامه حسن تو، بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. بنابراین امیدواریم که من حالا فقط یک گوشه ابرویی از ادبیات اگر که توفیق پیدا کرده باشم که نشون بدم، و یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر که ما بریم دنبال این ادبیات که گنج هایی است که جلوی چشمونه و متاسفانه مهجور مانده، یعنی ما در کنار گنج حیفه که گدایی بکنیم و دست جای دیگری دراز بکنیم. انشالله که این شعر نظامی که گفت شعر نظامی شکرافشان شده، ورد غزالان غزل خوان شده، همه غزالان این سرزمین وردشون و گل و ریحانشون شعر نظامی باشه. و السلام.